دادگاه ویژه این بار برگزار شده تا اتهام‌ها در پیوند به وزیر پیشین مخابرات و فناوری معلوماتی را بررسی کند. آقای وحیدی به سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و دست داشتن در حیف و میل پول محصول خدمات مخابراتی متهم است. اون جایگاه میشینم که جایگاه از من نیست. هرچند وزیر پیشین مخابرات و فناوری معلوماتی در این نشست حضور دارد، اما به دلیل حضور نداشتن دادستان کل که مسئولیت بررسی این پرونده را دارد خشمگین می شود. دو دادستانی که پرونده آقای وحیدی را به پیش میبرند در اینجا یکی پی دیگر از سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی آقای وحیدی در دوران کاریش میگویند. آقای وحیدی وزیر محترم مخابرات از صلاحیت‌های وظیفوی خود سوء استفاده کرده، هم در احکام قانون اساسی، قانون تنظیم خدمات مخابراتی، قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون نظارت بر استراتژی مبارزه علیه فساد اداری، مقرره و راهنمود کار بالمقطع، احکام مقام عالی ریاست جمهوری و مصوبه‌های شورای وزیران را ترک و رعایت نکرده‌اند. بالاخره اجرات خلاف قانون موصوف و دارایی آمد ضرر کلی وارد گردیده است. اما وکیل مدافع عبدالرزاق وحیدی تمامی این اتهام‌ها را رد می‌کند و این اقدام را سیاسی می‌داند. وصف جمله با یک عبارت عام ارائه می‌گردد که هیچ برداشت از آن به دست نمی‌آید. سوء استفاده عنوانی، سوء استفاده منجر به حیف میل عواید دولت. در حالی که در ادامه نه تنها نوعیت سوء استفاده مشخص نمی‌گردد، بلکه حتی یک ماده قانون که ممکن است نقض شده باشد را نیز ارائه نمی‌دهد. استناد نمی‌کنه که مطابق فلان ماده قانون جناب وزیر مخابرات تخلف کرده، زیر پا کرده، مراعات نکرده، انجام نداده، مکلفیت‌های وظیفه‌ایش بود انجام نداده. رئیس دادگاه ویژه هم بدون اینکه حکمی را صادر کند این نشست را به دلیل آنچه کمی وقت می‌داند برای چند روز بعد تعلیق می‌اندازد. فعلا 1.5 بجه می‌شود. جلسه قضایی ما در وقت غیر رسمی یا در وقتی که ما شما مکلفیت به رسیدگی نداریم با وقتی هست که باید به خاطر ادای نماز و به خاطر صرف طعام این لحظه ما خاتمه می‌یابد. بنابراین جلسه امروزی ما خاتمه می‌یابد و تاریخ بعدیش با طرفین ابلاغ خواهد شد. آقای وحیدی میگوید که در گردآوری محصول خدمات مخابراتی هیچ نقشی نداشته و باید به جای او برای برخی از اعضای کابینه که مانع ایجاد سیستم گردآوری این محصول شدند دادگاه برگزار میشد. با یک محکمه تقریبا نمایشی بود، دفاعی ما را هم دیدین. من دفاعی خودم شب در فیسبوک میندازم و شما هر تیم حقوقدانا در قسمت بررسی بکنه باز میفهمه که چقدر ظلمی صورت گرفته. تا اینجاش که ریل تایم خارج ساختن از دوسیه کاملا نمایشی است. اگر سیستم ریل تایم را شامل دوسیه کردن باز وقت شاید نمایشی نباشه. آقای وحیدی 1 سال بندی پیش به دلیل آنچه که مانع در کار بررسی گردآوری محصول خدمات مخابراتی از سوی یک هیئت حقیقت یاب گفته شد، از سوی رئیس جمهور وظیفه‌اش به حالت تعلیق درآمد.